tashqi hududda ishlab kelyapmiz. Lekin birinchi 14 kunligimizda bizga aytilgan summani to'lagani yo'q. باری اول در طول مدتی طولانی حالتهای کرونا در اکثر شهرهای ازبکستان به قید گرفته شدند. می‌نویسد کنعوز با استناد به خدمات مطبوعاتی وزارت تندرستی. 24 اپریل سال روان در کشور 348 نفر دارای کرونا ویروس آشکار کرده شد. شماره عمومی حالتهای به قید گرفته شده 89027 نفر گردید. روزهای گذشته در شهر تاشکند کرونا ویروس در 182 نفر به قید گرفته شد. در قراقالپاقستان 6، در ولایت اندیجان 5، ولایت بخارا 1، در ولایت جیزخ 9، در ولایت قشقادریا 4، در ولایت نواحی 3، در نمنگان 6، در ولایت سمرقند 40 و در ولایت سرخندریا 8 نفر به قید گرفته شد. غیر از آن در ولایت سردریا کووید 19 در 6 نفر، در ولایت فرغانه 3، در ولایت خوارزم 7 و در ولایت تاشکند 68 نفر آشکار کرده شد. جالب دقت است که در ازبکستان بار اول در طول مدتی طولانی در تمام منطقه ها کرونا ویروس آشکار کرده شد. قبلا کووید 19 همه روزه در 10-12 منطقه کشور پیدا می شد. غیر از این در بعضی شهرها مقامات محلی مکتب بچگان و دانشجویان را به مدت 2 هفته به کرانتین فرستادند و کودکستانها را برای کرانتین بستند. در تمام منطقه این یک نوعی بانگ آغاز موج نوی پهنشوی کرونا ویروس گردید. من از زنگ داده 20 متردان آشو ماشینه چطور ترمز ازگچه 2 saat oldu ki من 2 saat oldu.